دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 8 مارس سال 2026 همه مادران بانوان زنها رو با این روز مبارکبادی میگم. با آنها تن صحت خاطر جمع آرزو میکنم. بگذار مادرهای همه شما عمر دراز بیند، ساق سلامت باشید. امروز ما تصمیم گرفتیم که در خانه دودران امروز برای خواهرهایم، برای اپاهایم، برای کلیهایم، برای دخترها یک خوراک پزیم با همراهی اکم سپانسری امروزه ما دارم. خوراکپز بند. امروز چی میپزیم؟ امروز میپزیم خام شوربا. من خیلی خام شوربا پختم، لیکن انا این خام شوربای دشتی است. در دشت ما هم خیلی خام شوربا میپختم، کتا میپرتافتم. خیلی یک خام شوربا میشود که لب دهن در کار است که خورید. در دویم آش میکنیم. یک آش میشد که جونان انا خوراک را ما برای چی بسیار کردیم؟ برای اینکه در تاجیکستان، در تاجیک ها از قدیم الایام یک عادت هست، با همسایه ها یک جای میخوردیم. من در یادم است پیش مادر من زنده بود، خدا رحمت کند، یک خوراک هم میپخت و با یک دو همسایه بعد از ما خوراک رای میکرد. بعد همون عادت باید از بین نرود. این یک رسم های خوب تاجیکانه است که با همراهی همسایه خوراکش رو میخورد. ما هم امروز خدا خواهد با همسایه ها دو سه طبق آش روان میکنیم. خام شوربا رو با آن آدم هایی که آش میخورد خام شوربا میتیم. آن هم دیارور عزیز من چی میگوین؟ رسم خوبی تاجیکان رو گم مکن. هر یک شما این رسم رو باید داشته باشید، چون که وزیرا جوان ها علاقه از بین این رسم ها رفته شده است. حالا خصوص در رمضان شکم یک از گوشت را سل کنید، شکم یک روزدار را سل کنید، شما بسیار ثواب میگیرید. با کسی این گفته‌های من مقبول باشد یک لایک نمونید. اگر خفه میشوم الان خیر آشپزی رو یاد گیرید. برای یک جوان چیل هنر کم است: آشپزی، خوراکپزی، ماشین سواری، نهال پروری، باغ، کار، چیل هنر. یاران عزیز در پناه خدا باشید. با کسی مقبول باشد یک لایک کنید. مرحمت. امروز در ما افطار بوده است. ما برای زنها در روز عید خوراک آماده کردیم. شما هم همین عادت دارید. از زنهایتون نترسید، لیکن حرمت کنید. ما از زنها نمیترسیم، لیکن حرمت میکنیم. در پناه خدا باشید.